متشخر چی؟ شو دخترش خودتی؟ بله خودی خودش منم شو دختر فهمو بکرم رفتن تز حالا ایست نرو بیست کمی استراحت کن کمی دمت رو راست کن بعد میرویم بیست وزی وقتی گویدنی تنست کسی و چه رفتن تو تز چی کار میکنی؟ یک دقیقه ما رو گوش کن. باید شاهزاده ها دختران رو از تیرزه با اسب سفید شنونده برند. تو نمیدونی این رو؟ طوری کر شنونده نبارن تز رفتن گمشا حالا ایست با کجا میرویم؟ تو با کجا رفته ایستاده؟ یک دقیقه ما رو گوش کن. ای بچه ای آخه من به تو چی گویم؟ یک دقیقه ما رو گوش کن. دازو کاوی و چه دقیقه گام بزن ته؟ بخشش اقلا نماد رو میگفتی چی بود نماد؟ شرک شرک جان من با تو یک چیز میدیهم. از من به تو خاطره این روی مال رو گیر و به جایش کن. وزی وقتی روی مال بازی نیست ما دکست بزاکن هجده رو نکشتی تازی. میگویا تا میکشیش تز رفتن تو کاری خطا میکنی. تو باید ایخی نمیکردی. تو باید وی میکشتی بعد میومدی پا پیش من. بلین خطای بد کردی. دا عقلت کرم نمیبینی همه ایمو را کشتای داو بیو خیلی بساخی شکندم. داره ایو پاره کجا رفتستی؟ ما تشکانده ما خر ما خلاص با میکنم خیلی خر دیونه چی؟ تو بیا برین تیز. و تای دیونا واه اژدهار جان من تا دیده برابر عاشق شدم چشمان. تو میدونی تو بسرخ شو چایی من اگر پیجه داده من اگر خموسیوز کنیم تو اگر مطرب بگم تو گودک نیکو کلش رنگی خر میشه پشت رنگی اژدهار بیبی بیچ کوکو دست تو یک دقیقه گوش کماره اصلا واه عصبی نشاخی خوش بچای ما اکر چیکار میکنی؟ بیا من خلاص نمیکنی تو نه قباخی مرا نه دستی او دمای ای دمای وای کرمیز دمای دیگه چشمو جانو اصلاکی جانی ما بیا مرا خلاص کن اصلا جان بیا من برم خونه پیش شرک برم بیا تو مرا موچه میکنی همین شو دختر گاو میزنایی او گاو میزنم شما بگریزید من اجده رازی و چشم میگم بگریزید